مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. گفتاری 16. زر قلب و زر نیک و در ایار، به محک هرگز ندانی ز اعتبار. در اینجا شنوندگان عزیز 4 لغت برای شما نامفهوم باشد. اونها رو در لغت دیدیم به چنین معنی آمده که زر قلب طلای تقلبی، طلای ناخالص. ایار مقیاس، اندازه، سنگ مخصوص برای سنجش مقدار طلا و نقره. میهک باشد به معنی سنگی که خالص بود طلا را نشان دهد. اعتبار عبرت گرفتن، به اندیشه از پی چیزی رفتن و چیزی را نیک انگاشتن. در شرح این بیت کریم زمانی چنین آورده که با عنوان مثال ای ایار طلای ناخالص و خالص را نمیتوان بدون سنگ محک تعیین کنی. هر که را در جان خدا بینهد میهک، هر یقین را باز داند او ز شک. اگر خداوند در باطن کسی محک علم و عرفان را با او دهد، چون کسی هر گونه یقین را از شک باز خواهد شناخت. در دهان زنده خاشاک جهد، آنگه آر آمد که بیرونش نهد. به عنوان مثال اگر در دهان زنده خس و خاشاک داخل شود، مادام که آن خس و خاشاک را از دهان خود بیرون نیاورده آرام نمیگیرد. در هزاران لقمه یک خاشاک خورد، چون در آمد حس زنده پی ببرد. مولا میگوید اگر در میان هزاران لقمه اگر فقط یک خاشاک وارد دهان شود، حس آدم زنده آن را در میابد. مولانا در ابیات آخران فرمود که چون حق و باطل در ظاهر یکسان به نظر می رسند، موجب خطا و التباس آدمی می شوند. از این رو میزان و محک لازم می آید که تمیز این دو میسر گردد و آن میزان به نظر مولانا دلی پاک و زدوده از هواهای نفسانی است. سپس حس باطنی مهذب را به دهان زنده تشبیه می کند که شیء نامطلوب مانندی خس و خار را در میان لقمه احساس می کند و به دفع آن می کوشد و طبعا حس باطنی مرده دلان نمی تواند بدین تشخیص رسد. حس دنیا نردبان این جهان، حس دینی نردبان آسمان. حس دنیا نردبان این جهان محسوس است، یعنی عقل معاش و حس ظاهری و دنیایی فقط می تواند مدرکات مربوط به این جهان فریدون را دریابد، ولی حس دینی مدرکات عرفانی و ایقانی را می یابد. نیکلسون می گوید درست همان گونه که سلامتی جسمی و موفقیت دنیوی به زندگی و فعالیت حواس طبیعی وابسته است، سلامت و رستگاری روح نیز به پالایش حواس روحانی وابسته است که عارف به وسیله این حواس به معرفت خدا نائل می شود. صحتی این حس بجوید از طبیب، صحتی آن حس بجوید از حبیب. سلامتی حواس ظاهری را از طبیب جسم جویا شود، لیکن سلامتی حواس دینی و عرفانی را از حبیب حقیقی یعنی از خداوند طلب کنید. صحت این حس مأموری تن، صحتی آن حس تخریبی بدن. سلامتی حواس ظاهره از سلامتی کالبد جسمانی حاصل می آید، اما سلامتی حواس دینی و عرفانی از ویرانی کالبد، یعنی از ترک هواهای نفسانی و حظوظ جسمانی. راه جان مر جسم را ویران کند، بعد از آن ویرانی آبادان کند. راه جان ابتدا کالبد عنصری را ویران می کند، یعنی ترک شهوات می کند و سپس آن را آباد می کند، یعنی بعد از فنای اوصاف جسمانی به مقام شهود قلبی می رسد. پس اول تخلیه سپس تجلیه. کرد ویران خانه بهر گنج زر، و از همان گنجش کند معمورتر. به عنوان مثال هرگاه کسی
اطلاع یابد که در خانهش گنج از طلا نهفته است، ابتدا خانهش را ویران می کند و سپس گنج را می یابد و چون بداند گنج دست یافت مجددا خانهش را می سازد، منتها بسیار آبادتر و زیباتر از خانه پیشین. آب را ببرید و جو را پاک کرد، بعد از آن در جو روان کرد آبی خورد. مثال دیگر میگد مولانا کسی که بخواهد جوی آب را از مواد زائد پاک کند، ابتدا جریان آب را به جوی قطع می کند و سپس آن را تازه می کند و آنگاه آبی صاف و زلال را بدان روان می سازد. این بیت نیز ضرورت تهذیب و تخلیه باطن را اشاره می کند. پوست را بگشافت پیکاران را کشید، پوستی تازه بعد از آنش بردمی. مثال دیگر، هنگامی که سر نیزه در پوستی بدن فرو می رود، باید پوست را شکافت و آن تیر را بیرون آورد تا پوست و گوشت تازه بروید و جراحت شفا یابد. همانطور ریاضت و تهذیب نفس اگرچه سخت است، ولی سبب می شود که تیرهای حیوانیت و شهوت از درون آدم بیرون کشیده شود. قلعه ویران کرد و از کافر ستد، بعد از آن برساختش 100 برج و سد. مثال دیگر، امیری از امرای لشکر ابتدا در دیج دشمنان حمله می آورد و آن را از جنگشان بیرون می آورد و پس از تصرف مجددا آن را می سازد و 100 نو برج و بار و حصار بر ویرانه آن می افزاید. نیکلسون می گوید جسم مانند قلعه است که خداوند روح یا روان را با امر به دفاع از آن در برابر کافر، یعنی در برابر نفس اماره در آن قرار داده است. در آن زمان که جسم را هوس‌های پلید نفسانی اشغال کند، روح باید آن را ویران سازد، مهاجمان را بیرون راند و سپس دوباره آن را امارت کند و غیر قابل تسخیر سازد. استاد فروزانفر نیز میگوید تمثیل بدن به قلعه نفس به دشمن در احیاء العلوم طبع مصر مذکر است و این مضمون در معارف برهان محقق و هم در مقالات شمس توان دید. کاری بیچون را که کیفیت نهد، این که گفتم این ضرورت می دهد. چه کسی می تواند کیفیت برای کار خداوند قائل شود؟ و تازه این حرفایی هم که زدم نیز از روی ناچاری بود. فعل خداوند فاقد کیفیت است و عقل محدودی بشر نمی تواند افعال الهی را شرح دهد. اکثر متکلمان معتقدند که حق تعالی قادر است بر فعل و ترک آن و هیچ امر بر وی لازم نیست و قدرت او متعلق است به جمعیت ممکنات، برخلاف حکیمان که گفتند ایجاد عالم بر تفاهم موجود از لوازم ذات حق تعالی است و تفکیک آن جایز نیست. گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. کارهای خداوند روی قاعده معهود بشری صورت نمی گیرد. از این رو گاه بدین صورت انجام می شود و گاه بدان صورت. اصلا کار دین جز حیرت چیز دیگری نیست. پس بشر هر قدر هم که به معرفت رسد، حکمت افعال الهی را کما هو حق در نیابد. نه چنون حیران که پشتش سوی اوست، بل چنون حیران و غرق و مست دوست. البته منظورم از حیران شدن میگوید مولانا چنین حیرت نیست که شخص حیران از حق رخ برتابد، بلکه مراد حیرت است که شخص حیران مست و مستغرق حق شود. حیرت حالی هست از ناگهانی که به قلب عارفان به هنگام تأمل و تفکر درآید و آنان را از تأمل و اندیشه باز دارد. حیرت بر دو نوع است: حیرتی که منشأ آن علم و معرفت است و حیرتی که منشأ آن جهل و لاشعور است. حیرت عارفان از نوع اول است. آن یکی را روی او شد سوی دوست، و آن یکی را روی او خود روی اوست. آن که حیران جمال حق است، میگوید مولانا، همواره متوجه حق است و روی به حضرت دوست دارد.
اما آن که حیران جمال کاذب دنیاست پشت به حق دارد و رویش همراه به سوی دنیا و نفسانیت است. روی هر یک می نگر می دار پاس، بو که گردی توز خدمت روشناس. بوکی در لغت شنوندگان عزیز به معنای شاید و یا مگر آمده است. مولانا میخواهد بگوید که به حقیقت ذات حیرانی حق و حیرانی دنیا خوب در نگیر، شاید تو نیز حقیقت شناس شوی. چون بس ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نشاید داد دست. زیرا همیشه بسیاری از مردم هستند که باطنی شیطانی و ظاهری انسانی دارند. اینان خود را به صورت اهل حقیقت می آرایند و دعوای پیشوایی می کنند و افراد سادلف را به دام می افکنند. پس روان است که به هر دستی بیعت و اطاعت داد. زان که صیاد آورد بانگی صفیر، تا فریبد مرغ را آن مرغ گیر. زیرا که مثلا شکارچی برای صید پرنده ها صدای آنها را تقلید می کند و آوای مانند پرندگان در می آورد. بشنود آن مرغ بانگی جنس خویش، از هوا آید بیابد دامونش. وقتی که پرنده از آسمان صدای همجنس خود را بشنود از هوا پایین می آید و به دام صیاد می افتد. حرف درویشان بدزدد مردی دون، تا بخواند بر سلیم زان فسون. سلیم در لغت به معنی ساده دل با مروت آمده است. فردی فرومایه سخنان درویش راستین را می دزدد و آن را حفظ می کند تا برای شخصان سادلف باز گوید و آنان را بدین وسیله خام و گمراه سازد. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. در حالی که کار مردان الهی این است که به مردم گرمی معنوی بخشند و آنان را از دل مردگی و افسردگی روحی برهانند، ولی کار مدعیان نیز نیرنگ بازی و بی‌حیایی است. پس مدعیان حقیقت لفظهای چند از اهل حقیقت اقتباس می کنند تا به باوری دیگران در آمده ولی الله را جا بزنند و سادلفان را بفریبند. اما اهل حقیقت براستی مردمان را گرامی و حرمت معنوی می بخشند. پس باید به چنین دروغگویان باور نکرد. شیر پشمین از برای گد کنند، بو مسیلم را لقب احمد کنند. شیر پشمین در لغت پیکریه که ظاهرش مانند شیر است اما از پارچه می سازند و درونش را با پشم پر می کنند. مثلا میگوید مولانا که شیر پشمینی ساختگی را برای گدای بکار می برند، یعنی ظاهراً به هیئت شیران طریقت در می آید تا به مطامع دنیوی برسند. این سیاهکاران مسیلمه کذاب را احمد لقب می دهند، یعنی شخصی عاطل و به حقیقتی را حق جلوه می دهند. در آخر دوران حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی در سال 9 هجری، شخص به نام مسلمه به گروه از افراد قبیلی یمامه به خدمت رسول خدا رسیدند و چون از محضر ایشان بازگشتند راه ارتداد پیشی خود ساختند. سپس نامه به حضرت رسول نوشت و مدعی پیامبر شد. از این رو پیامبر صلی الله علیه و سلم برای تخفیف شأن او وی را مسیلمه کذاب خواند. پس از وفات رسول خدا کار مرتدان بالا گرفت و تنها قبیله ثقیف و قریش به ارتداد نرفتند. او سرانجام به سال 11 هجری در جنگ کشته شد. بو مسیلم را لقب کذاب ماند، مر محمد را اولوالالباب ماند. سرانجام مسلمین به لقب کذاب بسیار دروغگو ملقب شد و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را لقب اولوالباب یافت. حضور ختمی مرتبی صلی الله علیه و سلم به جهت جامعه عقلانی اولوالالباب، صاحبان خرد و عقل، لقب گرفت. آن شراب حق ختامش مشک ناب،
باده را ختمش بود گند و عذاب. مردان الهی مانند شراب حقند، زیرا که شراب حق مهرش مشک ناب است. مصری اول اشاره است به آیه 25 و 26 سوره مطففین که خداوند می‌فرماید نوشنده شوند از شراب سر به مهر که مهرش از مشک است. ختام معنی مهر و گیل و مومی است که با آن دری چیزی را مهر می‌کنند. مفسران قرآن کریم برای ختام دو وجه قائل شده‌اند. یکی همان معنی که گفته آمد، یعنی شراب بهشتی از نوع شراب‌های دنیوی نیست که دهانه شیشه‌اش را با گیل یا کاهل بپوشانند، بل شرابی گرانقدری است که دهانه شیشه آن را با مشک و عنبر پوشانده اند. وجه دومین است که ختام را به معنی پایان بگیریم، یعنی آخر مزه شراب بهشتی طعم و بوی مشک می‌دهد، برخلاف شراب‌های دنیوی که طعم تلخ و زننده دارد. به هر حال به اتفاق ناظر بدین مطلب است. در همین جا شنوندگان عزیز، حکایت بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان به پایان میرسد.